هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. دقت بکنی نور خدا داخل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی؟ این گونه چرا در پی اثبات خداییم، همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم؟ در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و کمی کعبه اعمال خودت باش، چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است. تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است. شاید که بتی در وسط ذهن من و توست. باید بت خود با نم باران خدا شست. گویی که خدا در بدن و در تنمان هست، نزدیکتر از خون و رگ گردنمان هست. والله خدا قدرت پرواز پرنده است، یا غرش بیوقفه یک شیر درنده است. در پیله پروانه مگر دست خدا نیست؟ پیدایش پروانه بگو معجزه کیست؟ احساس خدا جزر و مد آبی دریاست، آنجا که نفس در بدن ماهی دریاست. آنجا که نهنگی پی ماهی سر جنگ است، تدبیر خدا در سر و افکار نهنگ است. باید که خدا را به دل کوه ببینیم، در جسم و تن و در نفس و روح ببینیم. باید که خدا را به دل کوه ببینیم، در جسم و تن و در نفس و روح ببینیم.